احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاکسرشت، صحابگانی که پیشوا و با برکاتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد دوستان عزیز، گفتگوی ما در موضوع غفلت ادامه دارد. عاید سببها، پیامدها و راههای درمان آن. غفلت اساس تمام مصیبتها و سبب تمام دردها در دنیا و در آخرت است. غفلت سببهای زیادی دارد که به بعضی آنها اشاره کردیم، اما سببهای زیادی دیگری هستند که هنوز ذکر نشده است. کاش می توانستم که درباره همه آنها مفصل صحبت کرده آنها را به شما شرح بدهم. مثلا یکی از خطرناکترین سببهای غفلت خالی بودن و فراغت می باشد. فراغت نفسی، فراغت قلبی، فراغت عقلی، فراغت حسی و فراغت جسمی. همچنین یکی از خطرناکترین سببهای غفلت اینترنت می باشد. اینترنت را می توان با یک شمشیر دولبه مانند کرد. انسان می تواند از آن برای کارهای مفید دنیوی و اخرویش استفاده کند، و یا اینکه سبب خطرناک است که او را از الله و هدف اصلی آفریده شدنش در این حیات دور می کند. علاوه بر این می توان آن را سبب غرق شدن انسان در دنیای شهوت‌ها و افتادنش در دام شبهه‌ها شمارید. و یکی از سبب‌های دیگر غفلت به توجهی مسجدها به زندگی مردم می باشد. در عین حال در مسجدها دوره‌های تعلیمی خوب نداریم و بیشتر جوانان ما از مسجد دوری می کنند، زیرا نمی توانند که آنچه را که می خواهند به دست آورند و نمی توانند که ذهن خود را قانع گردانند و دلهایشان روشن گردد و مشکلاتشان را حل کنند. اکثر جوانان و فرزندان ما از مسجد دور شدند. لا حول ولا قوة الا بالله. یکی از اسباب دیگر غفلت این کوتاهی ما در سمت روش‌های تعلیمی و تربیوی می باشد. امروزها روش‌های تربیوی ما به فرزندان ما علم و دانش و معرفت می دهند، اما نمی توانند که در قلب‌های آنها ترس و خشوع داشتن از الله و تقوا و پرهیزگاری پیشه کردن را جای دهد. بله، ما باید به روش و متدهای تعلیمی خود دوباره تغییرات درآوریم. ما نخست باید در دلهای فرزندانمان اساسهای بزرگ دین را جای دهیم. به الله قسم که ما به این چیز نیاز داریم تا اینکه جوانان ما از راه راست منحرف نشوند. در غیر این صورت چگونه ای که می‌بینیم اکثر جوانان ما در دام شبهه‌ها افتادند. ما را کافر میگویند، ما را فاسق میگویند، ما را بدعتکار میگویند و حتی ریزانیدن خون انسان‌های بیگناه را حلال می‌دانند، زیرا که ما آنها را از دوره کودکیشان تربیت خوب دینی نکرده ایم، با آنها ارکان‌های دین را خوب نآموزانیده ایم. همچنان یکی از سبب‌های دیگر غفلت که خطر بزرگ دارد
این استعفا دادن اویله‌ها از تربیه فرزندانشان است. شاید بپرسی چی گفتی؟ میگویم استعفای اویله‌ها. آیا اویله‌ها هم میتواند که استعفا دهند؟ متاسفانه همین طور شده است. در حال حاضر اگر نگاه اندازیم به اکثر اویله‌هایی که در کشورمون یا عموما در امت ما هستند، اگر نظر اندازیم با آن که در اویله‌ها و در امت ما فرزندان را چگونه تربیت می‌دهند، دلهایمان به درد می‌آید. دلهایمان به درد می‌آید. بسیاری از پدران در تربیت فرزندانشان اهمیت نمی‌دهند. بسیاری از مادران در تربیت فرزندانشان اهمیت نمی‌دهند. هر شب که شوهر به خانه می‌آید، زن تربیت فرزندان را به عهده شوهر واگذار می‌کند. در این حال فرزند چگونه تربیت یابد؟ و شوهر نیز از مسئولیت تربیت فرزندان شانه خالی می‌کند و به زنش می‌گوید من هم از تربیت فرزندان دست می‌کشم و وقت ندارم. اگر به بسیاری از عائله‌ها با دقت نظر کنیم، چنین حالت ناگوار را مشاهده می‌کنیم. ما می‌بینیم که اکثریت پدران و مادران در تربیت فرزندان کوتاهی می‌کنند. بسیاری از پدران و مادران به تربیت فرزندانشان وقت نمی‌گذارند و حتی در لحظه‌هایی که عائله در یک جا جمع می‌شوند، مثلا در سر دسترخوان، پیش از خوراکخوری و بعد آن و حتی در هنگام خوراکخوری، همگیشان مشغول تلفن‌های خود و شبکه‌های اینترنتی می‌شوند. یتیم کسی نیست که پدر و مادرش مرده است و او زندگانی خوار و ذلیلانه دارد، بلکه یتیم کسی است که پدر و مادرش زنده است اما به تربیت او مشغول نمی‌شود. الله تعالی می‌فرماید ای آنهایی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را نجات دهید از آتشی که هیزم آن مردمان و سنگ‌ها باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیثی که امام بخاری و مسلم از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت کرده‌اند، همه شما مسئولیت دارید و در برای کسانی که تحت سرپرستی شما قرار دارند پرسیده خواهید شد. رهبری جامعه در برابر مردم خود مسئولیت است و بازخواست خواهد شد و مرد سرپرستی خانواده خود است و بازخواست خواهد شد و زن مسئول خانه شوهر و فرزندانش است و در برابر آنها بازخواست می شود و برده مسئول مال صاحب خود است و در برابر آن بازخواست می شود. همه شما مسئولیت دارید و در برای کسانی که تحت سرپرستی شما قرار دارند پرسیده خواهید شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در حدیثی که در صحیح مسلم از معقل ابن یسار روایت شده است رضی الله عنه، هر بنده‌ای که الله او را سرپرست مردم گرداند و در حال مرگش فرا رسد که به مردم خیانت کرده باشد، بهشت به او حرام است. سبب‌های غفلت زیاد است و من نمی‌خواهم که بیشتر از این صحبت را طولانی کنم. امیدوارم الله این برنامه ما را خالص برای خودش گرداند و این برنامه را به منفعت این امت در تمام نقطه‌های جهان گرداند. در برنامه‌های بعدی می‌خواهم درباره راه‌های درمانی غفلت صحبت کنم. داغ عصر، غفلت. از الله می‌خواهم که دل‌های ما را از خواب غفلت بیدار کند و ما را در راه حق ثابت قدم گرداند تا زمانی که با او ملاقات کنیم. سلام و درود و برکات الله به پیامبرمون محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى ويفوتك ميعاد
دعوتك